سلام به همه شما همراهان همیشگی، به خصوص رفقای باصفا و بامرامی که تو واشنگتن دوم صیدلی رو چیدن و یه حال اساسی از نوچه هاش گرفتن. و اما بریم سراغ موشکافی امشب که از اون موشکافی های پروپیمونه. این شما و این خرچنگ عمامدار نظام. این ملت فرمایش امام رو بارها به گوشش شنیده که اگر ذره‌ای بخواهند آسیب برسانند دندانهای امریکا رو در دهانش خرد میکنیم. یواش آجی بپا یهو چپ نکنی. آخه بابا صیدلی واسه خلاصی از تحریما تا بالا انداختن پیک اول زهر رفته. الان که دیگه نمیتونی یهو وسط زهرخوری بیفتی به دندون خورد کنی. امریکا لااقل در تجربهش نشون داده هیچی با مذاکره به کسی نداده، هیچ نم پس ندادن با مذاکره. اینها فقط زبان مقاومت را میفهمند. خب اگه تجربه داری، اگه میدونی توف هم کف دست صیدلی نمیذارن، خب کی زورتون کرده برین مذاکره؟ مگه نمیگی گردنت کلفته، دندون خورد میکنی، فک میاری پایین؟ خب نرو مذاکره. ما با دیپلماسی فعالی که در چارچوب راهنمودهای مقام معظم رهبری عزت، حکمت، مصلحت باشه، مصداق نرمش قهرمانانه باشه، مقاومت رو در تنافی با این گونه دیپلماسی ها نمیدانیم. اینجا هم میدان جنگ، صحنه رزم. ما به دیپلماتامون که در راستای راهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش میکنن جدا خسته نباشید میگیم و به صراحت میگیم تلاشهای شما که در این راستای اجرایی کردن راهنمودهای مقام معظم رهبری باشد یقینا مورد حمایت ملت هست. رو برم، تو همین الان داشتی میگفتی هیچی پس نمیده، میخوایم دندونش خورد کنیم، بعد حالا یه دفعه چپیدی تو چارچوب راهنمودهای عظما. به این میگن تلو خوری به سبک خرچنگ نظام. خب همینجوری میشه که بسیجیا گیج میشن و قاط میزنن دیگه. تو یه جمله بگو بالاخره صیدلی چه غلطی میخواد بکنه؟ وقتی که مسئول سیاسی اتحادیه اروپا به صراحت میگه ما فشار و مذاکره را همزمان پیش میبریم، ما هم میگیم به فضل خدا ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش میبریم. به آقا رو عجب رویارویی. بابا اون که میگه فشار ماده داره، با تحریم عظما و کل سگ و سیله هاشو فشار میده. اما شما وقتی عربده مرگ بر آمریکا میکشید ماکسیموم فشاری که میاد به گلوتونه. آقا تلو خورون صیدلی رو خوب به نمایش گذاشتی. حالا جای این روده درازی ها برو سر اصل مطلب، بگو ببینم درد اصلی صیدلی چیه که به این روزش انداخته؟ اون وقت خنده‌داره گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر این جنایتکار رو که در خط مقدم زیر پا گذاشتن حقوق بشر هست نمیبینه. میاد در ایران گزارشی که تروریست های ایرانی براش نوشتن به عنوان گزارش به سازمان ملل عرضه میکنه. پر واضح هست گزارشات سوس بی پایه بی محتوایی که تروریست ها نوشته باشن به پشیزی ارزش نداره. آها گرفتم. خرچنگ تروریست تازه کجاشو دیدی؟
گزارش که سهله، جواز کفن و دفن نظامتم برات می نویسن. پس معلوم شد اون روز که گلو پاره میکردی که نمیدونم ما تایر به سرها و قره تو کمرها و کمک فنرها، منظورت همین تلو خوردنا و شیلنگ تخت انداختنهای پوشالی بوده ها؟ به دنیا میگوییم ما امامه به سرها حامی نظام اسلامی هستیم. به دنیا میگوییم ما تایر به سرها، ما دست تبرها، ما قر تو کمرها، ما قند اصلها، ما کمک فنرها، از تو بیت آقا میریم اون بر دنیا. بیا قربون آقا، بیا ها ها ها، بیا ها ها ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.